با درود. این بزرگترین ماشین ساخته شده در طول تاریخه. شاهکار دست پدر ماشینسازی جهان یعنی آلمان. در سال 1978 در آلمان غربی توسط شرکت تیسنکروپ ساخته شد. بگر 288 ابعادش شگفت انگیزه. 220 متر طول، یعنی به اندازه 2 چمن فوتبال، 46 متر عرض و 96 متر ارتفاع داره و داشته. حالا بعد بهتون میگم چرا. جالب این که وزنش واقعا عجیبه، 13500 تن. قلب تپندش 16 موتور الکتریکی بود که مجموعاً 16 مگاوات برق مصرف می‌کردند. اگر می‌خواید کامل بهتون بگم این عدد چقدر بزرگه، ببینید اگر روزانه به صورت مداوم کار می‌کرد میتونست برق مصرفی 2000 خانوار رو ببلعه. قلب تپندش میتونست 22207 اسب بخار توان تولید کنه با گشتاوری بسیار عجیب. گرچه گشتاور رسمی برای اون اعلام نشده، ولی طبق محاسباتی که ما کردیم به عدد 1,500,000,000 نیوتن متر دست پیدا کردیم. واقعا عدد غیر قابل فهمیه. بگذاریم. اگر روزانه به صورت مداوم کار میکرد میتونست 240,000 تن مواد معدنی رو استخراج کنه. قیمتی هم براش اعلام نشده و عمده اونها به خاطر مصرف بالا از بین رفتند و فقط یک دستگاهش باقی مونده.